در پی آشکار شدن اشتراک جنگجویان گروهی در تاجیکستان ممنوع انصارالله در حمله طالبان به منطقه مای می دروازه بالای افغانستان، در یک ویدیو در صفحه مربوط به فابریکه جواب نام یک گروه جنگجویان انصارالله را نشر کردند. در این ویدیو که بیش از 1 ساعت است، پدر و مادر و دیگر خویشاوندان نزدیک این جنگجویان اعمال نزدیکان به انصارالله پیوسته خود به خصوص کشتار بیرحمانه سربازان تسلیم شده در مای می را محکوم میکنند و از نزدیکان خود تقاضا میکنند که سلاح را کنار گذاشته از صف انصارالله خارج شوند و به خانه های خود برگردند. این گروه بچم برو یگام علاج بیو با این گروه بچم برو که ما را سرخم در پیش مردم شمسار نکنی. چیزاری ها چه گویی بچه جو بیو. در این ویدیو خویشاوندان این جنگجویان از نام مقامات امنیتی به آنها وعده میدهند که اگر با خواهش خود سلاح را کنار گذاشته برگردند، مقامات به آنها کمک میکنند. یک روز پیش لطیف پدرام، شاعر و سیاستمدار افغانستانی، ویدیوی حمله جنگجویان مای می را نشر کرده. در ویدیو دیده میشد که در خط اول جنگجویان قرار دارند که با گویش خاص تاجیکستان صحبت میکنند. در ویدیو لحظه بود که چند سرباز دستایشان را با علامت تسلیم بالا برداشتند، ولی جنگجویان آنها را بیرحمانه تیرباران میکنند. لطیف پدرام گفت اکثر این جنگجویان تاجیکستانی در ولسوالی نیسا با دختران محلی ازدواج کردند. او قتل سربازان تسلیم شده از جانب جنگجویان را محکوم کرده و طالب‌های دروازه افغانستان را هشدار داد که به جنگجویان از تاجیکستان پناه داده وضع را در این کشور همسایه به هم نزنند. پدرام با هشدار از عواقب چنین عمل گفت اگر جانب تاجیکستان مرزهایش را با دروازه افغانستان ببندد، احوال ساکنان این منطقه شدیداً بد خواهد شد، چون که حالا یک راه اساسی روزگذرانی و تامین این مردم از حساب رو و تجارت است که با دروازه تاجیکستان بر راه ماندند.